میدونم اینو که دلت از همه و هر طرف ترک خورد، به هر کی تونستی حال دادی و در عوض رکب خوردی. من و تو مثل همین ولی من اصل هم قلم شد. تو تنهاییام یک صدا تو خلوتم فقط گفت که اولا توکل بعد ازش طلب کن. برکت از طرف تو برکت از طرف اون، دست ازم بغل کن، چک ازم فلج کن، فک نزن عمل کن و دفترم برق خور. دیگه تو لزومی نداره روی این ایده شک کنی، تو پسر عمر نمیتونی با قبض بیمل کنی. ما اینجاییم که هرچی که چشممون دیده رب کنیم، کلمه ها زلال لازم نیست که فیلترم کنین. یه عده مشتاقن کلمه هامو بشنون، یه عده هم که میخوام فقط قلم پامو بشکنن. ولی من حرفامو تا نفس آخرم بازم میگم، جانکم بازم جیگر شارگم مصرد میدم. خلاصه اونا که بدخوامنو میخندیدن بدخوامنو میخندیدن، که تو بریزیدم میرن کلمه تو روی بیکم چیدم. اینو به تو میگم میرم همه وجودم و واسه بالا بردن پرچم میهم میدم. من طالب آتش بستم مشکلی باشه تاتش هستم، میخونم از ما میدونم حرفام میمونم فردا تا 8 دستم. به همین شارت قصد که قدم به قدم باید هستم، از سنگ وجب به عقب نمیرم یکرم حقا بارش دستم. همه بیدار با اتکا به دیوار اتحاد و ایثار، با اقتدار و بیبار، با افتخار به این خان در امتداد این راه. یک صدا با ایمان زنده باد ایران. بگو زنده باد ایران، دستا بالا بگو زنده باد ایران. همه با هم زنده باد ایران، یا زنده باد ایران.